سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. تاجیکان مقیمی دیگر کشورها دوباره شهروند تاجیکستان خواهند شد. نشانه های بحران اقتصادی در تاجیکستان روشن‌تر می گردد. حجم معاملات صاحبکاران تا 60% کاهش یافته است. باز یک انشاءات پردبدبه در پایتخت. شهردار نماد وحدت ملی را اعلام کرد. باز دو مهاجر دیگر در پی دریافت مجوز جان باختند. تاجیکستان همچون کشور خوشبخت مقام 106 را اشغال کرد. رژه نظامی در دوشنبه و بشکک 7 می برگزار می شود. رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه دنغره سفر کرد و در چاره‌بینی‌های گشودن مکتب و کارخانه‌ها و به ساختمان بیناهای نو آغاز بخشید. بازدید خود را کشوردار از دهه حسین شیخ شروع کرد. در آنجا امام علی رحمان در آغاز کار شرکت‌های مصالح ساختمانی دریا 2015 شرکت کرد. کارخانه مذکور دارای کارگاه زیاد بوده، توان استحصال 12 نماد مصالح ساختمانی می باشد. در همین حال حجم معاملات صاحبکاران خرد و میانه کشور 60% کاهش یافته است. همچنین سطح فروش استحصال کنندگان داخلی نیز در نیم ساله اخیر 30% را نشان می دهد. این رقم ها در نشست صاحبکاران صدا داد. به گفته کارشناسان سبب چنین وضع نه تنها بحران اقتصادی در روسیه و پایان رفتن قرب روبل روسی و سامانی می باشد، بلکه در نبودن برنامه مشخص ضد بحرانی حکومت تاجیکستان نسبت صاحبکاران وطنی نیز هست. صاحبکاران تاجیک تاکید کردند که حالا فایده آنها نظر به یک سال پیش از 700-900 دلار تا 300 دلار کاهش یافته است. در این راستا مسئولان بانک ملی گفتند که تاجران وطنی را می باید به استحصال مال‌های جایگزین از بیرون وارد شونده توجه کنند. طبق معلومات رسمی کشور 4.5 میلیارد دلار واردات شده است. همزمان ارزان شدن آلومینی در بازار جهانی، کارخانه بزرگ تالکان صادرات متل خود را 45% کاهش یافته است. در تاجیکستان کاهش یافتن درآمد صاحبکاران خرد میانه نقش چنین صاحبکاران بزرگ نیست. تاثیر پایان رفتن ارزش روبل که خیلی زیاد است و زیاد به صاحبکاران تاثیر رسانید. افزایش بیکاران، برگشتن مهاجران به وطن، همه این عامل‌های تاثیر رسان است. و ساحه صاحبکاری باید برنامه خوبی را درباره صاحبکاران خرد و میانه طرحریزی کرد و در وقت بحران اقتصادی باید استفاده کرد. دستگیری صاحبکاران از طرف دولت باشد کم کردن انداز نسبت آنها و صاحبکاران نیز خود باید آماده باشند که در وقت بحران و دیگر وقتها چی باید کنند. در همین حال به بحران شدید اقتصادی نگاه نکرده، شهرداری دوشنبه نقشه ساختمانی باز یک انشاءات پردبدبه را اعلام کرد. طبق نقشه پیشکی شهرداری نماد وحدت ملی را در باغ دوستی خلقها ساخته نیست. بنابر اطلاع سخنگوی شهرداری دوشنبه 5 طرح گوناگون این نماد به ساکنان پایتخت پیشنهاد گردیده است تا یکی را انتخاب کنند. لایحه مذکور طبق مقررات و درخواست شهرداری از جانب بهترین متخصصان ساحه و زیاییان سرشناس کشور تهیه گردیده بهره به زیبا منظر و دلپسندی سیاره مبدل گردیدن شهرمان نگرانیده شده است. اصلا در این مسئله مشکل است صحبت کنم. من فکر نکردم که چی باید در این مسئله کنم. و کاری سال ساده هم نیست آخه. آفریدن رمز، آفریدن که غایه وحدت ملی تجسم کنه سخت کاری مشکل است. براستی که رمزش من فکر نکردم. در این مورد هیچ فکر نکردم که چی باید باشد و دامنت دارتر کردن کردن در کار. بعد چی باید باشه که نما ذهنیت ملی را به اعتبار بگیرن. این فقط با یک رمزهای تاریخی نمی شود. برای که بسیاری وقت مردم ما صداقت کامل با اون گذشته هم ندارن. همه در گفت است بسیاری وقت میگن ولی عمل نمی شود. گفتنی است که شهرداری دوشنبه از تمام ساکنان پایتخت دعوت کرده است در انتخاب بهترین نماد وحدت ملی
که در باغ فرهنگی فراغتی دوستی ملل گذاشته خواهد شد فعالانه شرکت کنند و در این باره نظرپرسی شهرداری برای انتخاب بهترین نماد در وبگاه رسمی این نهاد cw.dushanbe.tj از 23 تا 30 اپریل سال روان ادامه می‌یابد. انتخابات نوبتی ریاست جمهوری قزاقستان به پایه قانونی اساسی آن کشور باید در سال آینده برگزار میشد، ولی از آنجایی که سال 2016 انتخابات پارلمانی نیز دارد، قرار است انتخابات ریاست جمهور امسال 26 اپریل برگزار کند. در انتخابات به جز از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کنونی دو نامزدی دیگر نیز شرکت خواهند کرد، یکی تورغون سیتزیکوف رئیس حزب کمونیستی قزاقستان و دیگری ابلگازی کوسینوف رئیس اتحادیه صنفی قزاقستان می باشد که نامزدیشان را خودشان پیشنهاد کردند، ولی تحلیلگران نتایج انتخابات را از پیش به سود نظربایف می دانند و دو نامزد دیگر را صحنه آرام می شمارند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می گردانیم. وزیر معارف علمی کشور نورالدین سعید فرمان داده است که زنگ کمالات در کشور امسال 6 ایون همگی 45 دقیقه گذرانیده شود. امروز در شهر برلین مراسم دفن کارگردان تاجیک بختیار خدای نظرف برگزار شد. میان 40 نفر آسیب دیدگان ساختار خوابگاه طبی شهر مسکو شهروندان آسیای مرکزی نیستند. آلمان مسئله استحصال برق بادی در ازبکستان را تحقیق می کند. خود کشور ازبکستان نقشه دارد تا سال 2020 باغ بادی در حجم 250 میلیون دلار را خواهند ساخت. صبح امروز در جنوب پایتخت قزاقستان شهر الماتا پل ساختمانش ناتمام فرو رفت. 20 نفر در نتیجه به درمانگاه فرستاده شدند. امروز ساعت 11:57 به کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر الماتا خبر رسید که پل نو ساخته فرو می رود. پس از رسیدن کارمندان به جای حادثه معلوم شد که پل 125 متری در وقت ریختن بتون فرو رفته است. این پل را 52 کارگردان می ساختند که از میان آنها 19 تن با زخم‌های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. جستجوی یک کارگر که در زیر پل مانده است ادامه دارد. گروه نجات دهندگان عبارت از 200 نفر با تکنیک هنوز زیر آوار جستجو دارند. برنامه را ادامه می دهیم. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق بشر در مجلس تاجیکستان می گوید قانون نو درباره شهروندی تاجیکستان یکی از قانون‌های پیشرفته و دموکراتی خواهد شد، زیرا این کمیته پیشنویسی قانون نو را در مقایسه با قانون‌های پیشرفته کشورهای دیگر تهیه کرده ایستاده است. و شهروندان تاجیکستان در روسیه ارتباط ندارد، زیرا بین خود دو کشور درباره شهروندی دوگانه شرطنامه دارند. قانون کنونی سال 1995 به تصویب رسیده بود و اکثر کشورهای تازه استقلال نخستین قانونهای دولتی خود را از قانونهای شوروی نسخه می برداشتند و آن ویژگی های یک دولت خودکامه را داشت. بر اساس قانون سال 1995 هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان که وطن اجدادی خود را ترک کردند و در کشورهای دیگر زندگی می کنند شهروندی تاجیکستان را از دست دادند. امروز به آنها می خواهند شهروندی خود را داشته باشند. همه مسئله پرابلم با وجود می آورد در بین حکومت اجرایی. برای هم می خواستم که همه قانون همه پهلوهای همه پرابلم ها را بررسی کند، چون که وقتی اجرای قانون نسبت کارمندان مقامات مهاجرتی یا کارمندان مقامات حزبی حقوق پرابلم ها زیاد وجود نآید و نسبت شهروندان هم. برای که در فدراسیون روسیه چقدر شما قید کرده بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان از سال 1995 شهرنامه دو جانبه بسته شده است و بین ها دخل نداره. علاقه اینها همچه هستن شهروندی هم تاجیکستان هم فدراسیون روسیه اگر که خواهند. نسبت شهروندایی که تاجیکایی که در اروپا زندگی میکنن یا در امریکا نسبت به یا بحث‌ها با وجود نمیاد. در سانحه رانندگی که شام 20 اپریل سال روان در کیلومتر 19 چندبرین راه مسکو رخ داد 4 مسافر کشته شد.
бино ба намояндагии созмони муҳоҷирати 2 тан аз онҳо шаҳрванди Тоҷикистон буданд ки яке Додав Самад зодаи ноҳияи Ванҷ ва дигаре Шоев Ҷумахон зодаи ноҳияи Файзобод буданд. Он шаб онҳо барои таҳияи асноду мадорики дарёфти муҷаввизи кор ба бунгоҳи созмони муҳоҷират дар шаҳри Сахарова раҳсипор буданд. 2 нафар шаҳрванди дигар аз ҷониби намояндагӣ муайян гардид ки яке Отаев Акрамҷон шаҳрванди Қирғизистон ва дигаре Юсупов Нуриддин Сумиевич шаҳрванди Ӯзбекистон мебошад. мувофиқи радабандии муассисаи амрикои Гелаб дар ҷадвали хушбахтӣ тоза нашри муассиса 158 кишварро дар бар гирифтааст. Тоҷикистон дар ин радабандӣ мақоми 106-умро ишғол кардааст. Муҳим аз ҳама мардуми Ӯзбекистон ҳам худро хушбахт медонистанд ва кишварашон аз ин назар дар зинаи 44-ум ҷой гирифтааст. Қазоқистон дар мақоми 154-ум, Туркманистону Қирғизистон ҷойҳои 70 ва 77-умро соҳиб шуданд. хушбахттарин кишвар Швейтсария ҳисобида шудааст. 2 кишвари Осиёи Марказӣ режаи низомии ҷашни пирӯзиро рӯзи 7 май баргузор мекунад. тағйири рӯзи баргузории режаи низомӣ ки ҳама сола 9 май баргузор мешуд бо далели ширкати руъасои ин ҷумҳуриҳо дар ҷашни пирӯзии Москав аст. Эмомалӣ Раҳмон ва Алмозбек Ҳотамбоев дар ҷашни 70-умин солгарди пирӯзӣ дар Москав ширкат хоҳанд кард. дар ин ҷашн сарони беш аз 25 кишварҳои ҷаҳон аз он ҷумла Барак Обама, Франсуа Ҳолланд, Дэвид Кэмерон ширкат хоҳанд кард. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён расид. худоёру мададгоратон бод.